دبیر کل پیشین ناتو خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را بزرگترین شکست ناتو و امریکا خوانده است. منشی عمومی پیشین ناتو روز دوشنبه در مصاحبه با روزنامه تایمز گفته است که عدم موفقیت با رویکردهای نظامی و حضور در افغانستان بزرگترین درس و شکست تاریخی برای ناتو بوده است. مهمترین درسی که ناتو از حضور در افغانستان گرفته این است که ایجاد یک جامعه آزاد و دموکراتیک با تکیه بر زور نظامی بسیار دشوار و بلند پروازانه است. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضور نظامی ناتو و شکست گزینه نظامی در افغانستان گفته است که نمی شود به زور یک جامعه دموکراتیک ساخت. شرایط فشار و استحکام میتونه برای یک مدتی مفید باشه یا لااقل پاسخ بده، اما بعد از مدتی نهایتاً کشوری که اقدام به گزینه نظامی کرده هم به لحاظ مشروعیت بین المللی دچار اشکال میشه و هم به لحاظ تأمینات بودجوی و هم به لحاظ مجموعه تلفات و نیروهای انسانی را که در یک کشور در مسیر او خواسته تجاوزکارانه خود از دست میده، این مشکلات سبب میشه که سرانجام باید از کشور خارج شود. با این حال نزدیک به 25 سال پیش ناتو به شمول آمریکا پس از حمله 11 سپتامبر به بهانه مبارزه با تروریسم بالای افغانستان حمله نظامی کردند که پس از مجاهدت مردم و مجاهدین امارات اسلامی از افغانستان در سال 2021 میلادی شکست خوردند. خروج ناتو از افغانستان یک شکست تاریخی برای این پیمان نظامی بود و یک تجربه تلخ برای کشورهای عضو ناتو که اعتبار و مشروعیت ناتو را زیر سوال برد، سیاست‌های کشورهای غربی را به چالش کشید و در کل کشورهای عضو این پیمان تحقیر شد. آگاهان امور شکست ناتو را نمونه بارز شجاعت افغانها در برابر متجاوزین خارجی دانسته و میگویند که بهترین گزینه برای کشورهای خارجی به جای فشار نظامی گزینه دیپلماتیک است. زور نمیتواند، چنانچه که تجربه ثابت کرده است، طریق زور نمیتوان دیگرگونی های بنیادی را ایجاد کرد. ما در تجربه شوروی سابق هم دیدیم 70 سال کمونیسم از طریق زور بر جامعه شوروی سابق مسلط شد. پس از فروپاشی شوروی مردم دوباره برگشتن به همون عقاید، به همون سنت ها، به همون رواج ها، به همون ارزش های اجتماعی خودشان. پیش از این نیز به شمول رئیس جمهور آمریکا چندین مقامات دیگر این کشور شکست از افغانستان را شرم‌آور دانسته آن را باعث کاهش اعتبار ناتو و آمریکا در منطقه خواندند.